سلام. وقتی زمان مشاوره بهتون پیشنهاد میکنیم که کار نئوکلاسیک و منبران نزنیم چند تا دلیل داره. همراه من بیایم تا چند تاشو با هم تماشا کنیم. 1. کابینت منبران روبروی حرارت ضعف داره. چرا؟ چون چسب کابینت منبران چسب حرارتیه و وقتی حرارت دوباره بهش برخورد میکنه روکش از بدنه چوب باز میشه. قسمت گاز رو میتونیم بیا این قسمت گاز رو تماشا کنید که به این شکل و اینجوری خراب شد. 2. برای تمیزکاری این کابینت شما باید از دستمال مرطوب استفاده کنید. همونجوری که روبروی حرارت ضعف داره روبروی رطوبت هم ضعف داره مثل همه MDF-های دیگه، ولی چون از پشت نقطه‌های خالی نسبت به مغز داره شما نمیتونید با دستمال نمدار برای تمیزکاری استفاده کنید. 3. شاید طراحی منبران کلاسیک نئوکلاسیک 1-2 سال اول واسهتون خیلی جذاب باشه، ولی بعد به مرور زمان یه آشپزخونه دلگیر رو براتون